های گایز، چطوری دشکای من؟ خوش اومد به یه ویدیو جدید دیگه از کانال ایلیا وایتی. آقا امروز اومدیم بهتون یاد بدم چطوری از کال آف دیوتی موبایل درآمد کسب کنی، یعنی پول در بیارین، هم دلاری هم ریالی فرقی نمیکنه. این برای اینکه برین تو تورنمنت و رنکینگ کلا 3 تا روش داره که 3 تاشم بهتون میگم و برین صفحه سیتی صمیمیت. فقط اینو از اول بگم که نکات مهم تورنمنت رفتن این که شما قبل تورنمنت رفتن باید بری رنکینگ. خب رنکینگ پلی بدی، دستت بیاد که رفتی تورنمنت خوب بتونی پلی بدی. رنکینگ جایزه هاش یکم کمتر از تورنمنته، یکم که خیلی زیاد. توی رنکینگ شما میتونین از 500,000 تومن تا 10 میلیون رنکینگ برین، تا از 10 میلیون بیشترم هست. بعد شما اول میرین رنکینگ، بعد اینکه میرین رنکینگ دستتون میاد آقا من برم تورنمنت باید چیکار کنم، مغز بازی یاد میگیریم. و آره دیگه، فقط شما چطوری وقتی میخواین برین تو اوپن لابی اول میرین یه رنک میزنین، بعدش میرین اوپن لابی. تورنمنت و رنکینگ برعکسه، یعنی باید اول برین اوپن لابی، بعد اوپن لابی که دستگرم شدین قشنگ بازی دستتون اومد باید برین رنکینگ. و این خیلی مهمه، کمک میکنه که بهتر بتونین بازی کنین تو رنکینگ ها. و اینکه روش اول اینه که یه منیجر پیدا کنید. آقا منیجر چیه؟ به زبان ساده منیجر یعنی کسی که توی یه دونه کلی کاناله که اونا تورنمنت برگزار میکنن، تو مقداری پولو میدی به این منیجر میره برات یه تورنمنت و رنکینگ پیدا میکنه برای اینکه بری پلی بدی. و آره دیگه، و دومین روش اینه که برین توی کلن هایی که سطحشون بالاست. بعد کلن هایی که سطحشون بالاست و میبرن تورنمنت و رنکینگ. اینم مهمه، اونا خودشون منیجرن یه جورایی. بعد اونا اسم مثلا کلن ENX میرن آقا تو تلگرام یه جایی هست اونجا ثبت نام میکنن، بعدش اسم کلن، اعضای کلن می نویسن و رجیستر میکنن. بعد اینکه رجیستر کردن آخر ماه، حالا هر موقع که اون لیدر کلنتون بهتون گفت آنلاین میشید و میرید توی رنکینگ و تورنمنت ها. روش سومم اینه که خودتون برین کلی کانال پیدا کنین که میبرن رنکینگ و تورنمنت. به نظرم اونی که کلن، برای این که برین تو کلن اون بهتره. مثلا برین تو کلن یارو خودش رجیستر میکنه. و داریم به آخرای ویدیو میرسیم، اشقای منید. و آره دیگه، کلا 3 تا روش بود. اگه روش های دیگه هم بود تو کامنت ها بنویسین. لایک و کامنت و سابم فراموش نشین و زنگوله بغلش هم بزنین رو آل که هر وقت ویدیو گذاشتم نوتیفش بهتون بیاد. اشکای منین و تا ویدیوهای بعدی، بای بای. خیلی خوبه بیوان، فایر ریت سریع